محتوای بعدی کسایی هستن که خود من به شخص خیلی باهاشون مشکل دارم و 100% ویدیوهای خیلی 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 بیشتری از این آدم‌ها واسهتون میسازم که شما رو خیلی بیشتر با اینا آشنا کنم. درست حد زدیم، پکیج فروش‌ها و دوره فروش‌ها. اتفاقا موضوع اولین برنامه فکت و فیک ما هم هستن. شاید فکر کنی اینا اشتراکشون توی بیسوادی یا دروغگویی یا گندگویی یا توی اینه که توی عمرشون حتی 1 ساعت هم کار نکردن، ولی اشتباه میکنی. بچه اشتراک همه اینا یه چیزه. مخاطبشون یه آدم خیالی و ناشناسه و اصلا حواسشون نیست که ما داریم میبینیمشون. 3 میلیارد این آب خوردن از دست دادم سر یه شک کوچیک. 4 سال پیش یکی از نزدیکترین دوستان اومد به من گفتش که بیا یه فرصت سرمایه. خیلی جالبه، با اینکه به قول خودشون وضع مالی خیلی خوبی دارن و پولشون از پا رو بالا میره، ولی سعی دارن به صورت کاملا رایگان ما رو پولدار کنن. کاملا رایگان بدون هیچ چش داشتی. پکیج ترید 5 میلیاردی رایگان. اگه میخوای کاملا رایگان سیگنالم خودم رایگان تو استوریا به دوره کاملا رایگان واسه ارسال بشه. منو دنبال داشته باش که این مسیر کاملا رایگان واسه ارسال. این آموزش‌ها هم راستی کاملا رایگانه. اگر علاوه بر اینکه رایگان 0 تا 100 ترید و معامله یه دوره رایگان 0 تا 100 ترید که از دل یک دوره رایگان برات آماده کردم. بالای 10 میلیارد براش هزینه کرده بودم. رایگان در اختیارتونه. دوره رایگان تریدمو که با تریدو بهت آموزش میدم. رایگانم هست، هیچ منتی هم نیست. حالا یا با قرعه کشی و جایزه $10,000 پول نقد به همراه 2 تا آیفون 13 تقدیم رفقایی میشه که 6 شب در کنار ما باشن و قسمت‌های پازل ثروت رو ببینن که کمکشون بکنن به درآمد مثبت $2,000 برسن. این آموزش‌ها هم راستی کاملا رایگانه. اگر میخوای دسترسی این دوره رو داشته باشی فقط کافیه کلمه دلار رو این پایین برام کامنت بذاری، قبلش پیجم فالو داشته باشی تا دسترسی این دوره رو بهت بدم. یا با دعوا و توهین. متاسفانه جامعه ناآگاه زیاد داره. درسته؟ خیلی داغ بودن بابا. همین الان عذرخواهی میکنم ایرانی‌ها به من وفا نکردن. تا حالا دیدین یه نفر گوه بخره پول دارشه؟ ورشکسته نشی لاماس. دوره رایگان داری رایگان میدی سولاخ صورتی. یا خواهرانه پشتمون باشن. فقط سری برو تو کارش، خواهرانه که نه. یا برادرانه پشتمون باشن و همچنان برادرانه در کنارت هست. و یا کلا دوره‌های رایگان خیلی خیلی سنگینی رو آماده سازی کردن ولی به عشق ما میخوان رایگان در اختیار ما قرار بدن. دانشگاه سنشی که بالای 10 میلیارد براش هزینه کرده بودم رایگان در اختیارتونه. و چه از لحاظ اینکه من رسالت خودم میدیدم که یه دانشگاه پولساز برای مردم ایران بزنم. برای پولدار کردن ما از هیچ چیزی دریغ نمیکنه. از شواف کردن با پول و خونه و ماشین و ساعت‌های میلیاردی بگیر. میلیون تومان پول گوشی‌های آیفون همه، 50 میلیون تومان پول اپل واچ 2024 همه، 100 میلیون تومان پول دستبند طلای رولکس همه و 8 میلیارد تومان پول ماشینم. سر 19 ساله‌ام که فقط 50 میلیون تومان پول گوشیامه. آیفون 15 پرو مکس 1 ترا که برای تولد دوست دخترم گرفتم 110 میلیون تومان. 30 میلیون تومان شد PS5 و بازیاش. ساعت برند اومکس 20 میلیون تومان و در آخر هم بنز 2 میلیاردیم. 200 میلیون پول 2 تا گوشیمه، 400 میلیون تومان ست کارتیرمه، 50 میلیون انگشتر بی ام و 50 میلیون ساعتمه، 60 میلیون تومان عینک ریبنمه، 10 میلیون تومان ایرپادمه، 8-9 میلیارد تومان هم ماشینم. 130 میلیارد پول ماشینمه، ماهی 6.5 میلیارد هزینه زندگیمه، ماهی 2.5 میلیارد فقط پول اجاره خونمه، 2 میلیارد قیمت ماشینمه، ماهی 200 میلیون خرج تیپ و استایل و تفریحمه، ماهی 100 میلیون تومان حقوق و اجاره دفترمه، پول ماشینمه، 120 میلیون اجاره دفترمه، 90 میلیون اجاره خونم که ولنجکه، 500 میلیون ماهی دارم حقوق میدم، 20 میلیون هم هزینه های خودم. تا گذاشتن اسمای عجیب غریب روی دوره هاشون، دوره هوش مالی، دوره FDA، دوره BTS، دوره WC. به اسم مسترمانی. حرامی همون رازیه که هر کسی اونو داشته باشه. آموزش کامل باز کردن قفله انرژی پول رو آموزش بدم. پروژه UNI. اسم این تکنیک پیوت. حالا کسی بهت گفته NPC چیه؟ من بهت میگم. 7 فرمول پول توسط سیستم پازل ثروت که یه دوره از کپی کردن یه سناریوی مسخره از روی همدیگه. به قاشق رو گذاشته لای نونواش داره ناهارش رو میخوره، سیر که میشه میاد استوری میذاره. گوشی آشغال تو بنداز سطل آشغال. اگه ازش نمیتونی روزی $6 پول در بیاری، چی تو باید بندازی سطل آشغال.
اگه نمیتونی باهاش روزانه 15 دلار پول در بیاری. گوشی رو بنداز آشغالی اگر نمیتونی روزی 15 دلار ازش درآمد داشته باشی. گوشی رو میبینی باید بری سله آشغال اگه نمیتونی باهاش روزی 100 دلار در بیاری. گوشی تو بنداز توی توالت و سیفونو بکش اگه نمیتونی باهاش روزانه 100 دلار پول در بیاری. این گوشی آشغالتو بنداز دور اگر نمیتونی روزانه ازش 6 دلار به دست بیاری. اگه از این گوشی توی دستت نمیتونی پول در بیاری این گوشی رو بنداز دور. بنداز گوشیاتو سطل آشغال بندازشون دور اگه ازشون پول در نمیاری. کارمند حتی اینم کارمند ولی این کارمند نیست. من یه پسر 20 ساله‌ام که اگه با شلوارک تو کیف باشگاه از پراید در بیام همه میگن این فاز جوونیش گل کرده اصلا معلومه چه خبره. ولی اگه همون پسر 20 ساله باشم که با ماشین 2 میلیاردی پیاده بشم با همون شلوار کیف باشگاه میگن کم کم حداقل یه آقازاده چیزی هست. من این دختر دهه 70 ام که اگر با این کچلوار پلنگی از این ماشین 206 پیاده شم همه بهم میگن چقدر این دختر خز و پلنگ و تازه به دوران رسیده است. حالا اگر خود من دختر دهه 70 از این ماشین 10 میلیاردی پیاده بشم همه میگن چقدر لباساش لوکس و برنده حتما آقازاده است. من یه پسر 20 ساله خود ساختم که اگه با این تیپ و استایل از ماشین X32 پرو پیاده شم میگن آقا این تازه به دوران رسیدن نگاه کن اصلا بلد نیست شلوارشو بده بالا. اما اگه با همین تیپ و استایل از ماشین 528 آیم پیاده بشم میگن اوه تیپشو نگاه حتما مد روزه ما هم شلوارمون رو بدیم بالا. 3 ساله با هیچ دختری وارد رابطه نشدم. از لحاظ فیزیکی 190 قدمه. از لحاظ موقعیت اجتماعی به لطف مردم تونستم جایگاه خوبی رو پیدا کنم. از لحاظ مالی اونقدری درآمد دارم که بتونم اون دختری که باهاش تو رابطه‌مو حداقل ماهی یه بار یه کشور خارجی خیلی خوب ببرمش. من 3 ساله با هیچ دختری وارد رابطه نشدم چون بهش نیاز ندارم. از لحاظ فیزیکی قدم 194 سانته. از لحاظ موقعیت اجتماعی جایگاه خوبی رو به لطف مردم به دست آوردم. از لحاظ مالی زندگی دارم که اون دختره رو حداقل ماهی یه بار ببرم تو بهترین کشورها بچرخونم. به عنوان یک پسر 20 ساله 3 ساله با هیچ دختری تو رابطه نرفتم. از لحاظ قد و فیزیک قدم 192. از لحاظ مالی ماشینم فقط 10 میلیارد تومنه. از لحاظ احساسی بچه خوبه فامیلم. من به عنوان پسر 19 ساله ایرانی تا الان سینگل بودم و با هیچ دختری وارد رابطه نشدم. با اینکه قدم 195 ماشین زیر پام میلیاردیه وضع زندگی خدا رو شکر توپه 50 تا نیرو دارم حقوق میدم اصلا وزمزم توپه پیج 600 تایی هم دارم. یعنی هر دختری آرزوشه فقط 2 کلام با من صحبت بکنه. تا قسم خوردن به قرآن واسه پولدار کردن ما. به همین قرآن قسم. به همین قرآنی که توی دستمه قسم میخورم. من توی 3 ماه این ماشین رو خریدم. قرآنی توی دستم قسم میخورم که اگر فقط 7 روز به حرفم کنی به یک دونه آیفون 16 رنگ دیزرت میرسی. به همین قرآن که تو دستمه قسم میخورم که اگه به حرفم کنی زیر 10 روز به سادگی به اولین درآمد دلاریت میرسی. به همین قرآن توی دستم قسم میخورم که اگه حرفای این ویدیومو با دقت گوش بکنی زیر 7 روز درآمد دلاریت شروع میشه و زیر 30 روز میتونی یه آیفون 15 پرو مکس و یه 207 صفر بخری. همین قرآن توی دستم قسم میخورم که اگه 30 روز به حرفم گوش بدی میتونی یه آیفون 15 پرو مکس 1 ترابایت برای خودت بگیری. ماشین مورد علاقه. و همین قرآن توی دستم قسم میخورم. قرآنی که توی دستمه میخوام قسم بخورم. به این قرآنی که توی دستمه میخوام قسم بخورم. همین قرآن تو دستم قسم میخورم اگر تا آخر امسال به حرفم گوش کنیم به درآمد بالای 30 میلیون میرسیم. دست روی این قرآن میذارم و به همین قرآن قسم میخورم که اگه به حرفم کنی تا آخر امسال به یه آیفون 15 پرو مکس ناناز واسه خودت و یه آیفون 15 پرو مکس نشرات واسه مادرت یا دوست دخترت میشی و در کنار همه اینها به $1000 سرمایه اولیه که ریل هم هست فیک نیست میرسی و میذاری توی جیبت و ماشین مورد علاقت رو میذاری تو پارکینگ که هر موقع خواستی برداری و بری استفاده بکنی. بعضی وقتا هم یه پکیج گندگوزی میخرن و همون ساعت 85% بسته رو استفاده میکنن. یارانه کل مردم ایران و این ماه میخوام خودم از جیب بدم. یارانه کل کشور امسال قراره از طریق من پرداخت بشه. یارانه کل مردم ایران و این ماه من میخوام پرداخت کنم. یارانه کل مردم ایران رو این ماه من میخوام پرداخت بکنم. ماه یارانه کل کشور رو من میدم، اونم نفری $30. دوست دارم این ماه یارانه کل کشور خودم بدم. این ماه میخوام یارانه کل مردم ایران رو من بدم.
کل سیستم کارشون وعده های پوچ و رویا فروشیه. من 3 ماه پیش توی کشور پروژه کارآفرینی استارت زدم که تا امروز 3000 نفر مشغول شدن. شرایطش چیه؟ بدون سرمایه با 1 ساعت کار، بدون محدودیت جنسیتی، بدون محدودیت ساعتی، با نیم ساعت آموزشی که من بهت میدم تو تیم من، همه کارم خودم انجام دادم. میتونی حقوق ثابتی از من بگیری که 1/10 رو توی پوزیشن مدیریتی هم نمیتونی داشته باشی. تنها کاری که باید انجام بدی دای موبایلتو بنویس این پایین اسم و فامیلیتو، خلاص. ولی کلا هدف همشون فروش اون دوره و کانال سیگنال و کانال تلگرام و کانال وی آی پی و اون چیزایی است که اینا ازش کسب درآمد میکنن. یه نکته مشترکی هم که تمام اینا دارن، همشون فرار میکنن میرن دبی یا ترکیه که دست ایران بهشون نرسه. وقتی هم که بهشون میگن کلاهبردار یا شما دزدین یا پکیج فروشین یا هر چیز دیگه، شروع میکنن ویدیو ساختن و تخریب کردن همدیگه. تو دیگه خیلی کثافت پول مردم رو ازشون میگیری به بهونه اینکه تریدری و بهشون سود ماهانه بدی. مردم با دلار 60,000 تومان زحمت میکشن این پولو در میارن که تو اینجوری بخوری ببری. تو دیگه خیلی نامردی که میای به بهونه ترید کردن و سود دلاری از مردم پول میگیری. جماعتی که دارن با این دلار 70 تومانی، تو دیگه خیلی حرام خوری. میای از این مردم بیچاره به بهانه سود روزانه پول میگیری که ترید کنی پولشون رو بدی. آدم پوفیوز به درد نخور که چند تا ماشین سبز رنگ هم داره و تو دبی داره زندگی میکنه، جدیدن یه دونه توکن زده که عکسش هم این پایین دارید میبینید. من از همین الان دارم اخطار اسکم بودن این توکن رو بهتون میدم. جمع کنید این گوه بازیاتونو. مردم مسخره خودتون کردید، دلار شده 67,000 تومان. چی میفهمید؟ هر کدومتون یه پیج زدید توی اینستاگرام، اومدید 4 تا دلار تقلبی گرفتید دستتون. لاشی‌تر از امیرای 206 سوار این پکیج فروشای تریدن. باز امیرای شب برند کردان یه مشروب شام میدن، ولی کلاهبردارا فقط جیب مردم رو خالی میکنن. حالا از خودتون پرسیدین چرا؟ تازه بعد از پکیج فروختن از خونه و ماشینشون فیلم و عکس میزنن؟ چون قبلش نداشتن. ولی من با ترید جت شخصی و خونه و ماشینمو دارم و الان میخوام رایگان به مردم ترید آموزش بدم که پکیج فروشا کلاه سر اینا نذارن. وقتایی هم که کمبود پست و محتوا واسه کامنت گرفتن دارن، یه گوشی دستشون میگیرن و چقدر کارت را میندازه؟ چقدر پول کارت را میندازه؟ چقدر پول کارت را میندازه؟ برام کامنت کن. چقدر پول کارت را میندازه؟ چقدر؟ عددش رو این پایین برام بنویس. قبلش پیجم فالو داشته باش، کار دیگه به بقیه‌اش نداشته باش. بسوار باش. چقدر؟ فقط بهم بگو با چقدر پول کارت راه میفته. آقا چقدر پول کارت را میندازه؟ چقدر پول کارت را میندازه؟ زیر این پست مبلغش رو برام کامنت کن. چقدر کارت را میندازه؟ زیر کامنت کن، دارم میرم بیرون. فقط این زیر کامنت. حالا اصلا فرقی نمیکنه که سنت چقدر باشه یا اصلا شخصیتت به این حرفا میخوره یا نمیخوره. به عنوان یه پسر که قبل از سن گواهینامه BMW خودشو خرید، فقط یه نصیحت برات دارم. داداش گلم، تمرکزتو بذار فقط روی پول درآوردن. طرف حاضره با روزانه 6 ساعت بیرون از خونه از صبح تا شب کار بکنه، بعد ماهی 5 تا 6 میلیون حقوق بگیره. بعد من که میگم بیا با روزی 3 ساعت وقت گذاشتن با لایک کردن پست‌های بقیه ماهی 15 الی 20 میلیون درآمد داشته باش. برهان تو چرا کلا شوآف نمی‌کنی؟ چون میدونم میتونی. ببین دلایل مختلفی داره، ولی قبلش بذار یه جمله مهم بهت بگم. یهودی‌ها یه جمله معروف دارن، میگن پول فریاد میزنه ولی ثروت زلزله میکنه.